سلام دوستان، من تینا هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز اومدم موزه کفش باتا در مرکز شهر تورنتو. بیش از 13,000 جفت کفش و سایر اقلام مربوط به کفش در این موزه نگهداری میشه و این اقلام به حدود 4500 سال پیش برمیگرده. این مجموعه از مجموعه شخصی خانم سونجا باتا نشأت گرفته. همسر خانم سونجا صاحب شرکت کفش باتا بوده و از اونجایی که این خانم علاقه شدیدی به جمع‌آوری کفش داشته، از اواسط دهه 1940 شروع میکنه به جمع‌آوری کفش. در اواخر دهه 1970 مجموعه شخصی این خانم به حدود 1500 تا کفش میرسه و وقتی که این مقدار دیگه زمان میگذره، بالاخره یکی از دوستاش در سال 1979 بهش پیشنهاد میکنه و اونو تشویق میکنه که بنیاد موزه کفش باتا رو تأسیس کنه و خب خانم سونجا هم از ایده خوشش میاد و این کارو میکنه. سرانجام تو سال 1995 این موزه به روی عموم باز میشه. موزه 3 طبقه داره و شامل 4 گالری نمایشه که برای اجرای نمایشگاه‌های دائمی، موقت و مسافرتی استفاده میشه. در حال حاضر موزه تنها یک نمایشگاه دائمی به نام همه چیز درباره کفش داره که اون در طبقه اوله و 3 گالری دیگه در طبقه دوم و سوم برای میزبانی نمایشگاه‌های موقت هستن.